بالاخره به فینال رسیدیم با پیروزی 2-1 منتخب اروپا تونست منتخب آسیا رو 2-1 ببره و منتخب آمریکا تونست 1-0 منتخب آفریقا رو ببره و در این صورت فینال بین منتخب اروپا و منتخب آمریکا افتاد. اما این دو منتخب یه فرق کردن با حضور کریستیانو رونالدو در منتخب اروپا و حضور لیونل مسی در منتخب آمریکا هستش و ببینیم کدوم تیم قهرمان خواهد شد. پس لیتس گو وارد بازی خواهیم شد. منتخب آمریکا مقابل منتخب اروپا در دو تیم رئال مادرید و اینتر میامی قرار برگزار بشه. اوکی بازی رو منتخب اروپا شروع میکنه. اوکی پدری سری پاس میده بیلینگام. چقدر دارن زیبا بازی میکنن بازیکنان منتخب اروپا. اینجا بیلینگام فرصت داره. منتخب اروپا سری پاس میده به امباپه. کریستیانو رونالدو با شماره 24 نمیدونم چرا شماره 7 نذاشتمش. اینجا پاس میده بیلینگام فرصت داره. اینجا دفاع زیبای بازیکنان منتخب آمریکا. دوباره بازیکنان منتخب اروپا سری برمیگردن. سری فرصت دارن کیلیان امباپه از همونجا شوت بزنه. امباپه شوتاش فوق العاده است اما نه دفاع منتخب آمریکا نمیذاره. حالا سری بازی شروع میکنن. اینجا مارتینز سری پاس میده به لیونل مسی از اون سمت چپ. لیونل مسی خودش فرصت داره سری پاس میده به مارتینز. خود مارتینز فرصت داره چرش که شوت نمیزنن هیچ کدومشون که دفاع سری توپ رو میدزده. خیلی زیبا هم میدزده. حالا از اون گوشه میاد یک دست هوری. حالا فرصت داره سریع پاسو میکنه الکساندر آرنولد بود. کاری به اینا نداریم. این کی بود تا جدام نمیاد. حالا کریستیانو رونالدو. آقا کریس رونالدو دریبل خیلی زیبا و قشنگی میندازه اما دفاع توپ ازش سریع و راحت میگیره. جمع تو خودش یه جوری جوره. چجور بهتون بگم بازی گردش زیاد نداره ولی حالا لیونل مسی خودش فرصت داره. مارتینز یه پاس پشت ما میده اما فایده نداره. آجی بازی گوشم مدل لژندری عشق کنیم عشق. حالا فرصت داره پدری سری پاس میده به بیلینگام سری پاس میده به مندیس. کیلیان امباپه آجی یه دو قدم بیا جلو ناموسن. حالا فرصت داره وینیسیوس جونیور. اولین باره که تو لباس رئال نمیبینیمش. حالا وینیسیوس جونیور خودش فرصت داره. وینیسیوس یه پاس پشت با به مارتینز سری میده به کی بود والورده باشه اشتباه کردم. حالا خود مارتینز آجی بازی رو دارن نمیخوان این موقعیت زیبا رو دست بدن. وینیسیوس جونیور سری پاس میده به جبری ولی کورتوا هستش که اونجا توپ رو به دست میگیره و احساس میکنم که نیمه اول به پایان رسید. به نیمه دوم خیلی سریع و ایزی شروع شد. 0-0 مساوی. هیچ دو تیم فقط یه موقعیت تو ضربه چارچوب برای تیم منتخب آمریکا بود و دیگه موقعیت خاصی نبود. ولی حالا از سمت چپ بازیکنان منتخب اروپا فرصت دارن. لیونل مسی خودش تو در دست داره. مسی یه پاس میده اما فرصت خیلی خوبی بود ولی اما مسی با پاس اشتباهش توپو لو داد و این موقعیت بی ثمر موند. بیلینگام سری به کیلیان امباپه. خود امباپه سری پاس میده پدری خودش فرصت داره اما بازم فایده ای نداشت. ولی حالا فرصت دارن منتخبای آمریکا که توپو خیلی راحت لو ندن که اگر توپو لو بدن یه ضد حمله خیلی وحشتناک خواهن خورد. حالا فرصت داره منتخب آمریکا. نه انگار والورده توپو در دست داره به لیونل مسی. خود مسی فرصت داره سری پاس میده به بروزوویچ بود. نه آجی بروزوویچ. والورده خودش میده به لیونل مسی. خود مسی توپو در دست داره. مسی حرکتی بزن. حالا مارتینز بازم مسی خودش بازم مارتینز کورتوا بازم چه واکنشی نشون میده. کورتوا چقدر زیبا این توپ زیبا رو گرفت. خدایی از هر نگازه مارتینز ترکون تو این بازی. چه توپایی رو نگرفت چه پاسکاری کنه آجی. فعلا هیچ تا موقعیت نداشت تیم منتخب آمریکا. حالا پدری سری پاس میده به کیلیان امباپه خودش فرصت داره سری پاس میده بازم به پدری. خود پدری فرصت داره. این موقعیت باز هم خراب هستش یا نه؟ گل. کیلیان امباپه خودش از سمت چپ راحت قشنگ ایزی خیلی راحت میاد. حالا پدری گلش کن. پدری پاس بده.
اینجا آرنولد فرصت داره، اینجا پدری خودش، پدری و گل. نه حاجی گل نشد حاجی، یه لحظه فکر کنم گل شد، گفتم یکی زدم حاجی. موسیالا هم تعویض شد و نه موسیالا اومد فکر کنم تو زمین. و حالا سریع وینیسیوس جونیور، چقدر حرکت زیبایی از بازیکنان منتخب آمریکا. وینیسیوس جونیور فرصت داره، مارتینز یه پاس خیلی زیبا اینجا، یونل مسی مارتینز شدن یه جفت خیلی عالی برای گلزنی، واقعا میگم تو آرژانتین هم همینجوری است. و مارتینز فرصت داره، یه پاس میده به یونل مسی، بازم مارتینز ولی دفاع توپ راحت میگیره. و حالا آرنولد خودش فرصت داره که سری پاس بده به مارکو، این اسم مارکو، کیلان امباپه سری پاس میده به اون گوشه به الکساندر آرنولد. حاجی اسمش رو یادم میره بازم. پدری سری پاس میده اینجا، پدری خودش فرصت داره، سری پاس میده به جمال موسیالا. حاجی موسیالا تو حداقل یه حرکتی بزن ناموسن حاجی، من دیگه حوصله‌ام داره تو این بازی سر میره. مندی فادیچ فرصت داره، کریستیانو رونالدو زیاد ندیده رونالدو تو این بازی کاری بکنه. حالا اینجا کیلیان امباپه و اینجاست که حالا آلیسون یه نقشی از خودش نشون میده. آلیسون دریبلاشون سریع دارن انجام میکنن رئال مادریدی ها. مارتینز هم فکر کنم تعویض شد. حالا کریستیانو رونالدو سری پاس میده به بلینگام خودش چه قپات و امباپه و توی دروازه چه دقیقه گل میزنه کیلیان امباپه. تمام دقیقه 92 کیلیان امباپه دروازه تیم منتخب آمریکا رو باز کرد. خوشحالی کورتوا رو داریم میبینیم. واقعا چه بازی شد، چقدر زیبا بازی کردن هر دو تیم. حاجی من باید سریع ویدیو رو قطعش کنم چون همین موقع است که برقا قطع بشه. چقدر زیبا، چه موقعیتی، چه گلی و تموم شد. منتخب اروپا دیگه برنده شد و سوت پایان رو بزن دیگه و بله تمام. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه بنده بودید. امیدوارم که از دیدن ویدیو خیلی خوشحال شده باشید. بالاخره فینال هم رسید و مطمئنم که خودتون هم حد زده بودید که منتخب اروپا قرار برنده بشه. خیلی بازی ساده و در این حال زیاد جذاب نبود چون فقط یه دونه گل رد و بدل شد. و تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدارتون.